آنچه که شما میپرستید من نمیپرستم. حیات امت پر از مرتبه های بزرگ است که تاریخ به آنها با حرمت و احترام سری تعظیم فرود می آورد. موقع پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین نمونه پیروی است. استواری و ثابت قدمی او در نزد پیشوایان مکه در حقیقت تا مرتبه های بلندترین جوشیده برآمد. خداوند رسول خود محمد صلی الله علیه و سلم را به سوی مردم همچون پیامبری نیک، پند و نصیحت کننده و آگاه کننده فرستاد که دعوتشان را در مکه آغاز کردند. وقتی که آیت زیرین نازل شد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خویشاوندان نزدیکت را بترسان. پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم به دعوت خویش و تبار و یار و دوستانی که او را احاطه کرده بودند به اسلام، به پرستش آفریدگار یکتا و اعتراف رسالت پیغمبری خود آغاز کردند. اولین کسانی که ایمان آوردند همسرشان خدیجه، پسر عمکشان علی ابن ابو طالب، آزاد شده زید ابن ثابت و دوستشان ابوبکر، الله از آنها راضی باد بودند. دعوت در جامعه پهن شد. اما 3 سال اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام کسانی را که ایمان آورده بودند پنهان کردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اشخاص علاهیده در تماس شده آنها را به اسلام دعوت می نمودند. پنهانی در اطراف خود متحد می کردند و پیروان خود را در اساس دین گروه بندی می کردند. طبق روایت های اعتمادناک در این دوره در مکه 40 نفر اسلام را پذیرفته بودند که در بین آنها عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابو وقاص، طلحه ابن عبیدالله نیز بودند. دعوت مخفی تا آمدن آیت زیرین ادامه یافت. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، به آنچه امر شده ای صریح و بلند بگو و از مشرکان روی بگردان، که در آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر شده است که گروه بندی خود را در نزد جامعه مکه اعلان کند و مشرکان را به نبرد بخواند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادامه دعوت اسلام را به نبرد اعتقاد کفر نگرانیدند. ایشان اعتقاد قریش و پیشوایان آنها را که بت‌ها را از سنگ کنده، از چوب تراشیده و حتی از خرما شکل داده سپس آنها را عبادت می‌کردند بی‌عقل نامیدند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین نظام مناسبت‌های جامعه مکه را محکوم کردند. ایشان بر مقابل مشرکان مکه مبارزه ایدئولوژی می بردند. یگانه اسلحه آن کس صلی الله علیه و سلم سخن حق بود. سران قریش با دیدن آن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و صحابگان سازش و آشتی نمی کنند، آنها به شخصیت، تجارت و مقام خود در میان عربها تهدید را احساس کردند. آنها با رسول خدا صلی الله علیه و سلم جنگ اعلان کردند و با هر وسیله‌ای که در اختیار داشتند بر ضد عقیده پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم مبارزه بردند. آنها در مکه و بیرون از آن درباره ایشان دروغ‌ها پهن می‌کردند. سپس خواستند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را متقاعد سازند که دعوت را ترک کند. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نزد آنها موقع بزرگی را اشغال کردند که تا امروز میوه‌های آن را مسلمانان می‌چینند. قریش به ضعیفان حمله کرده آنها را شکنجه می‌داد و مجبور می‌کرد که به کفر برگردند و نسبت پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم تحقیر بیان کند. همچنین با سخن‌های فحش و اعمال ناپسند پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تحقیر می‌کردند. آنها چقدر که توانستند به صحابگان تمسخر و ظلم می‌کردند. هر یک قبیله قریش مسلمانان را از اهل خود شکنجه می‌کرد
و می‌خواست آنها را از اسلام بازگرداند. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعلان کردند که دعوت به سوی حق تا زمانی که الله نتیجه مبارزه را حکم نکند باز نمی ایستد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: در راه الله ما را عذاب می دادند در حالی که هیچ کس شکنجه نمی شد و مرا ترسانیدند در حالی که هیچ کس را ترسانده نمی شد و 30 شب و روز بود که من و بلال طعامی نداشتیم که یک موجود زنده بخورد مگر مقدار اندک بر زیر بغل بلال نهان بود. روایت ابن ماجه و ترمذی.